лутфан видеоро то охир тамошо кунед ва узри зиёд ки баъд як рекламачаи хурд ки спонсори видеоҳои мо мебошад хабарро оғоз менамояд. салом дӯстон, инак як хабари нав. шахсоне ки мехоҳанд ҳамроҳи дӯстонашон барои истироҳат ба истироҳатгоҳ яъне ба даша раванд, вале ҳеҷ ҷои мувофиқ ба таъби дилашон пайдо намекунанд. ғамгин нашавед, ин мушкилоти шумо ҳал шуд. ин истироҳатгоҳ бо тамоми шароитҳо муҳайё аст ва инчунин бо нархи дастрас. ин истироҳатгоҳ дар Варзоб ҷойгир шудааст. ин эълон аз тарафи ширкати хизматрасонӣ барои шумо пешниҳод гардидааст. шахсоне ки барои истироҳат мехоҳанд ба истироҳатгоҳ яъне ба дач раванд, пас бо мо тамос гиред. рақамҳои мо 908 20 02 49. ҳатман аз номи канали мо расонед, зеро барои шумо тахфиф карда мешавад. рақами канали мо 20 02 04. فاطیما خانوم میشه برم اتاق سیبل و پوشک بچه رو عوض کنم؟ ببخشید من فکر کردم اتاق خالیه. خواهش میکنم بفرمایید، من داشتم میرفتم. پوشک بچه رو میخوام عوض کنم. دستت درد نکنه ملک، تو خودت هم دختر داری، آدما رو که نمیشه محدود کرد. مگه تو نمیگفتی سیبل رو دوست داری؟ خیلی کار زشتی کردی که در مورد سیبل اینجوری حرف زدی. مگه من چی گفتم خاله فاطیما؟ دخترم به دوست اون خدا بیامرز چی گفتی؟ چیزی نگفتم مامان. من دیگه برم. میری؟ بله میرم. ممنون که اومدی. خدا حفظت کنه دخترم. زود به زود به ما سر بزن. تو منو یاد سیبل میندازی. خدا رحمتش کنی. خدا بهتون صبر بده. خدا به تو هم صبر بده دخترم. تو هم داغ عزیز تو دیدی. خدا پشت پناهت. خیلی زرنگی نه؟ به پلیس دروغ میگی و خودت کاراگاه میشی؟ فقط سوال من اینه که واسه چی اینقدر زحمت کشیدی؟ این جعبه که خالی؟ نکنه خالی نیست؟ اونو بده به من.
این جعبه رو از خونه نامزد من دزدیدی. این مال منه، نه تو. نه خیر آقا، این جعبه رو بابام خودش ساخته. اصلا برام داستان نگو که یادگار باباته و فلانه، چون باور نمیکنم. کاری که داری میکنی اسمش دزدیه. اون جعبه رو بده به من. باشه، حل قبول. از من چی میخوای؟ بگو. دنبال چی میگردی؟ 2 الماس نشونت دادم، به اونا توجه نکردی. حالا چرا افتادی دنبال این جعبه؟ آها، پس فهمیدی که اونا قلابی بودن. به هر حال تخصص دینه، از همه بهتر الماسو میشناسی. معلومه که تو هم فهمیدی. این جعبه چی توش داره؟ نکنه الماسه؟ دنبال الماس میگردی؟ خب بگو، گوش میدم. خود دانی؟ خیلی خوب، باشه، یه لحظه حرفامو گوش کن. وایستا. خب درو باز کن. وایستا، درو باز کن. نرو، لعنتی. خب بیا پایین، میگم دنبالش چی میگردم. جعبه رو بده تا بگم. زود باش. بگو. اول جعبه رو بده. آرتیست بازی رو تو در آوردی، به من نیاز داری. اول جریانو بگو. بابام یه تعداد الماس قایم کرده، باید سریع پیداشون کنم. چرا؟ قتل بابات به این ارتباطی داره؟ ببین ما ورشکست شدیم. خب بابام به یه عده از شرکاش بدهکاره و من باید اون بدهی‌ها رو پرداخت کنم. حالا شد؟ تهدیدت میکنه نه؟ پولشون رو میخوام. سیبلو میشناختی؟ نه نمیشناختم. از کجا بشناسمش؟ مطمئنی؟ مطمئنم. خب آدرسشو از کجا میدونستی؟ خب یه جورایی پیداش کردم. چیه مگه سریه؟ اگه این جعبه دست سیبل بود این یعنی از یه طریقی باباتو میشناخت. من اصلا اسم باباتو نشنیده بودم. تو سیبلو میشناختی؟ نه گفتم که نمیشناختم. من ساکن رومم. بازجویی تمومه؟ میشه جعبه رو بدی؟ البته بدون من نمیتونی بازش کنی. از وقتی بچه بودم با این جعبه‌ای که بابا میساخت سر کار داشتم. فقط من میتونم بازش کنم. اوه عجب، چه خانواده اسرارآمیزی. خب دیگه جعبه رو بده. به همین خیال باش. دیدم چه فیلمی بازی میکردی. اگه میخوای باید پیش من بازی کنی، فهمیدی؟
زیرشو نگاه کن. تو این لعنتی نیست. وایسا چی کار میکنی؟ واسه چی اینقدر عصبانی؟ کافی اسمشونو بگی، آدمایی که گفتی کی هستن. وایسا ببینم. بابا چرا از این جعبه ها میساخت؟ واسه اینکه مردم رو خوشحال کنیم. از اون قسمت مخفی بعضی وقتا آدامس در می اومد، بعضی وقتا یه هدیه خاص. سورپرایز کردن دوست داشت. تو اون شکی نیست. قبل از اینکه بپرسی بهت بگم که هیچ نظری ندارم که چرا یه جعبه که بابام ساخته تو خونه نامزد تو بوده. گوش کن، اگه چیز جدیدی فهمیدی حتما خبر بده. باشه؟ باشه حله. اصلا بهت اعتماد ندارم. دنبالم نیا وگرنه ازت شکایت میکنم. داری یه چیزی رو پنهون میکنی، شک ندارم. بسته بابا دیگه، بسته. فقط تو زندگیم تو رو کم داشتم. بابای من مرده، میفهمی؟ جگرم سوخت. دارم سعی میکنم شرایط تو رو هم درک کنم. برو سر یکی دیگه خراب شو. بهار چیه؟ چی میخوای؟ 5000 لیر. حسابا بلاکن، هیچ پولی نمیتونی بگیری. جدی میگی؟ پس خودت به زرین خانم توضیح میدی که چرا کارش ردیف نشد. برو جوناره. بهار، لطیفه خانومم پول خواست ولی نتونستم بهش بدم. واسه چی خواست؟ نمیدونم، نپرسیدم. برو، من تو رو سر کار آوردم. باید برام همه چی رو مو به مو و دقیقاً بگی که چی میشه. رقمی که خواست بالا بود، حتی بالاتر از ارزش کل شرکت. دنبال یه مقدار پول میگرده. من گفتم که وجود نداره ولی ظاهراً حق با اون بود. شنیدم احمد آقای گاف صندوق مخفی داشته. لطیفه، عزیزم بیا یه قهوه بخوریم. ظاهرا حالت خوب نیست. نه بعدم بهت سر میزنم. جون من بیا یه لحظه بشین. بیا دیگه. آدرس رو راحت پیدا کردی؟ رفتی خونه دختر؟ آره پیدا کردم. لطیفه عزیزم، میگم مشکلی پیش اومده. نمیخوای به من چیزی بگی؟ تو دیگه به من اعتماد نداری؟ آخه چه ربطی داره؟ دیوونه شدی؟ بیشتر از همه به تو اعتماد دارم. اصلا همچین فکرایی نکن. خب پس مشکل چیه؟ فقط نمیتونم بگم. اگه بخوام چیزی بگم تو هم تو دردسر میافتی. خواهش میکنم این بحثو تموم کنی. راستی یادم اومد امروز پیک برات یه بسته آورد. گذاشتمش رو میز بابات. اینو خواهرت فرستاد. ازت میخواد عجله کنی، نکنه فراموشش کردی.
چیکار کنم؟ بفرمایید. لطیفه خانم میتونم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ بفرمایید آقای بورا. یه خبر مهم براتون دارم. احمد آقا از سالها قبل یه گاف صندوق توی بانک باز کرده. گاف صندوق مال بابا و مامانتونه، یعنی مشترکه. اگه بخواین میتونین با زرین خانم برین و بازش کنین. بیا پسرم، بیا بشین. 7 روز شد، 7 روزه که گل ناز منو خاک کردم. این روزا برام سخت میگذره، اصلا وقت نمیگذره. چطوری میخوام عادت کنم؟ یادمون میره یا عادت میکنیم نمیره. اونایی که میگن میگذره چیزی حالشون نیست، نمیگذره. میگن یادت میره و فراموش میکنی. منم میگم اگه فراموشش کنم آدم نیستم. به سر گل منی تو، عزیز دلم عمر. اینا یه سری از وسایل سیبله، میدمشون پیش تو باشه. ممنون. بیا برات یه چایی. مامان، ظاهرا امروز یه دختری اومده اینجا. آره، از همکارای مدرسه سیبل بود. اومده بود فاتحه بخونه. دختر خوبیه، کمکمون کرد. واسه چی اومد تو اتاق سیبل؟ اینجا اومده بود. مامان ببین، یه کاسه زیر نیم کاسه هست. قاتلا معمولا ظرف 48 ساعت پیداشون میشه. الان بعد چند روز هیچ خبری نیست. خواهش میکنم بازم فکر کن. چیزی هست که به من نگفته باشی؟ نه پسرم. نمیدونم سیبل مشکلی، دردسری، بدهی چیزی نداشت؟ پسرم تو خودت بهتر از همه میدونی که ما بخور و نمیر زندگی میکنیم و به کسی هم بدهکار نیستیم. مامان، اون یارو احمد با سیبل از یه طریق آشنا بودن. معلومه که یه رابطه‌ای با هم داشتن. اون جعبه چوبی که سیبل داشت یادته؟ اونم مال احمد بوده. تو رک حرفتو بزن ببینم چی میخوای به هم بفهمونی. تو هم حرف مردم رو باور کردی؟ نکنه زنداداشت این حرفا رو گفته؟ دختر من نور چشمم باکره خاک شد. مامان ببین، من واسه حل این معما باید همه چیزو بدونم. اون شب بعد اینکه من رفتم تو به هیچی شک نکردی؟ عزیزم دیر نکنی. نگران نباش مامان، تا یه ساعت دیگه برمیگردم. برو تو مامان. خداحافظ. هیچی، چون دخترم زود رفت خوابی. آخرین باری بود که روی دخترم رو دیدم، دیگه هم ندیدمش. من به هیچی شک نکردم، تو هم شک نکن. فکر بد به دلت را نده. باشه تمام شد، بفرمایید. تموم شد؟ بله. ممنون. حالا فهمیدم چرا اینجاییم. خب بگو. اون عکس‌ها واسه ویزان دیگه، نه؟ ایتالیا. چطور؟ عکاس چیزی گفت؟ نه. بگیرم خفش کنم. تا یه ساعت دیگه عکس‌ها حاضر میشه، هر موقع خواستیم بیام بگیریم. ممنون، دست و زبونت درد نکنه. اون چیزی نگفت.
یه ساعت دیگه میام. من دیگه شما رو تنها میذارم. خیلی ازتون ممنونم. زود بازش کن. نه تو باز کن. مطمئنی؟ اونا چی هستن؟ برگه سهامن یا سند ملک؟ یه سری برگه بیارزش همین. خب اگه به هیچ درد ما نمیخورد برای چی این صندوق به ما داد؟ خب دیگه بهتره بریم. اونا رو بده به من. مامان اونو بده. میگم بده. مامان اون دختر معشوقه بابام نبود. خب کیه؟ خب پس کیه؟ هیچ کس نیست مامان. هیچ کس. امروز دیر اومدم. رفتم خونه شما. همه داغونه. دیگه نمیشه صدای ناله ها رو تشخیص داد. همه به خاطر بعضی چیزا پشیمونه. بابات میگه کاش میتونستم محکم بغلش کنم. خدیجه اون شب باهات جر و بحث کرده بود. میگفت کاش آشتی میکردی. منم پشیمونم. کاش اون شب تنهات نمیذاشتم و پیشت میموندم. یادته آخرین باری که رفتم وان بهم گفتی کاش نری و پیشم بمونی. کاش که نمیرفتم. شاید اون موقع همه چی فرق میکرد. اتفاق جدیدت اینجاست. دستشویی هم اونجاست. اصلا بهت نمیگم جیغ نزن. هرچی دوست داری جیغ بزن. بذارین من برم. خواهش میکنم بذارین برم. ولم کنین.
حرف بس کن. چندین باره که زنگ زدی تو دیوونه ای. بابام فوت کرده. بابام. من میرم نیویورک واسه ادامه تحصیل. اگه یه بار دیگه به من زنگ بزنی، اگه مزاحمم بشی، قسم میخورم زنگ میزنم به بابا تو همه یه کارهای زشتتو بهش میگم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشه. آقای مرد بیدار شدی؟ بیا کاپیتان بیا. رسیدیم استانبول. پدرتونم تو ساحله. عالیه. جانم عمو. تو واسه چی اونجا نشستی؟ کی میخواد ما رو بشناسه عمو؟ مشکلی پیش نمیاد. برو تو ماشین منتظر باش. به پسر گل من، خوش اومدی. زنده باشی بابا. اوضاع چطور بود؟ خوب بود بابا، خوش گذشت. یکم استراحت کردم. خوبه. الان دیگه باید بچسبی به درسات. ببین رفتی عشق و حال کردی اومدی. خوبه دیگه. بابا یه چیزی میخواستم بهت بگم. بگو پسرم. میخوام یه سر برم نیویورک. برای چی؟ همینجوری. ببین دیگه نشد. قرارمون یادته؟ قرار بود بری مسافرت و بعدش امتحاناتتو بدی. قبوله؟ حتما قبوله. من رو حرفم وایسادم. الانم نوبت توه. باشه بابا. خوبه. خب دیگه سر شام میبینمت. باشه؟ بجم دیگه. عمو مرد تو تحت نظر داشته باشم. تو حواست به کاری که بهت گفتم باشه کافیه. چی شد؟ دختر بلونه جدیدش رفت؟ رفت. گردن بندم دست لطیفه رسید ولی این کار فایده ای نداره. لطیفه نمیتونه چیزی پیدا کنه. احمد خیلی وقت پیش ترتیب الماسا رو داده. مشکل من دوتی که الماس نیست متین. نمیفهمی؟ مصاحبه با لطیفه دنیزر. همش همینه؟ چقدر میشه؟ 65. 65 لیر؟ مگه چی کار کردی؟ خب داداش میخواستی پرینت رنگی نگیری؟ داداش جون خب میگفتی سیاه سفید میگرفتین دیگه. نصف حقوقم پرید. بیا. چیزی نمونده تا پرواز نیلو بشینه.
کاش به محض اینکه پیاده شد زنگ بزنه. بد شد که موبایلشو گم کرد. حالا با این شرایط بیا و پیداش کن. نیلوفره؟ از روم دارن زنگ میزنن مامان. موضوع کاریه، زود برمیگردم. الو هیچ خبری ازت نیست؟ اونجایی که میگفتی رفتی؟ آره. خب یه لحظه. گوش میکنم. الماسا رو پیدا کردی؟ نیست. همه جا دنبالشون گشتم، نیستن. وای ببخش. کی پیشته؟ کی پیشته؟ هیچ کس نیست، نمیشناسم. لطیفه، به کسی که نگفتی نه؟ قسم میخورم به کسی چیزی نگفتم. قول و قرارمون که یادت نرفته، به کسی که چیزی نگفتی؟ نه واقعا به کسی چیزی نگفتم. خب اون دوست پسرت چی؟ نگفتم، چیزی بهش نگفتم. اصلا ما جدا شدیم. آفرین. البته میدونی اگه به کسی چیزی بگی نیلوفر میمیره. خواهش میکنم کاری با نیلوفر نداشته باشی. خواهش میکنم ببینین. حتی اگه نتونم الماسا رو پیدا کنم، اونو جور میکنم و قرضتون رو میدم. قول میدم. خواهش میکنم با نیلوفر کاری نداشته باشی. الو صدامو داری؟ جانم اینجام، جانم دارم گوش میکنم. امشب ساعت 8 بیا ساحل آرناووتکوی. باشه ساعت 8. دیر کنی میرم. آقا طلعت، لطیفه کجا غیبش زد؟ داره میاد زرین خانم. عطافت. بیا متین بیا. عمو جان خسته نباشی. عالی داشت پیش میرفت ولی تیغ از دستم سر خورد و معدش سوراخ شد. گرسنه بوده، معدش خالی بود. میبینی این معده چه عضو عجیبیه؟ تیغ خودتراشو هضم میکنه اما نمیتونه خودشو هضم کنه. خیلی عجیبه، خیلی. خب لطیفه دقیقاً به جایی رسید که میخواستیم. همش داره گریه میکنه که نتونسته الماسا رو پیدا کنه. خب اشکشو در نیاریم، مسئولیت جدیدشو بهش بدیم. ایشالله که شرمندت نمیکنه. متین بنی آدم از ترس جونش هر کار غیر ممکنی رو میکنه. من آدمایی رو دیدم که از فرط بیچارگی مدفوع خودشونم خوردن. جانسون جون هیچکی حالش خوب نیست. میتونی هر چه سریعتر یه خبر مبنی بر این که احمد آقا با این دختر رابطه‌ای نداشته چاپ کنی. اون چیزی هم که گفتم زیرش بنویس. باشه تو نگران نباش، توی نسخه فردا چاپ میشه. این خبر رو فقط به تو دادم. عالیه، من دیگه میرم. باشه عزیزم، وایسا تا یادم نرفته.
یه کادوی کوچولو از طرف منه. قدیما دست و دلبازتر بودی. عزیزم موضوع شرکت که کاملا معلومه، ولی خب بعداً باهات حساب میکنیم، نگران نباش. خدافظ. نوش جون. آدم چطوری میتونه بچه خودشو بکشه؟ کشتنش به کنار، حالا میره تو برنامه‌های تلویزیونی میگه بچه من گم شده. عمر داره زنگ میزنه. جانم عمر. چه خبره؟ سلامتی خبر خاصی نیست، کارمون الان تموم شد، داشتیم میرفتیم. میخوام ببینم. باشه. میشه بیای خونه؟ فسخلی چند روز تنها غذاشم تموم شده. مگه تو مامانشی؟ باشه مشکلی نداره، اصل میبینمت. باشه فعلا خدافظ. خیر باشه. من از جمعتون شوت کردیم بیرون؟ نه گفتی باید بری خونه، خودت گفتی چیدم غذا درست کرده منتظره. خب منم چیزی نگفتم. دوست داری بیا. خب دیوونه. یعنی عمر چیزی نگفت؟ اوف آرتا چه میدونم، گفتم شاید از دستم ناراحت. همچین چیزی نیست، بشین دیگه. خب بشین دیگه بجم. ای بابا فقط اگه رئیس بدونه که با عمر در ارتباطیم پدرمونو در میاره. میدونی دیگه. میخوای پیاده شو؟ من همچین چیزی گفتم؟ در ضمن هر کاری دوست داره بکنه، مهم نیست. عمر دوست منه، ما جونمونو به هم دیگه سپردیم. آفرین. یالا دیگه آینه رو باز کن. چشم قربان. زرین خانم، میخوام باهاتون حرف بزنم. بعدا صحبت میکنیم طلعت. من امروز استعفا دادم زرین خانم. حقوق این ماه هم پرداخت نشده. دنبال کار بودم و پیدا کردم. به تصمیمت واقعا احترام میذارم. به خاطر تمام زحماتتم ممنونم. من حقمو حلال میکنم. میدونید که تازه بچه دار شدم. واقعا الان تحمل بیپولی ندارم. مهم نیست، کار همینه. زندگی پر از اتفاقات عجیبه. موفق باشی. مرسی زرین. مراقب خودتون باشین آقا طلعت. بابت همه چی ممنون. ممنون لطیفه خانم. حق داره، زندگی خرج داره. مامان جونی روزای سخت میگذره مگه نه؟ میدونم عزیزم. یه چیزی بهت بگم. ممکنه همه برن ولی بهار میمونه. نه فقط برای اینکه دوست داران بچگی توه، برای اینکه خیلی براش زحمت کشیده. بفرمایید.